راست است که شما دو شوهر کردید؟ مرد خودش حرمت کنه واسه یک نفر زنگ زد که خیلی کاوالیری مرا گرفتی. راست میگم چی به همه بخت دارم من ندارم. من علاقه مردک هستم. ولی قدم ها توته گوش کنید. چسنا پریمنا تلنتسکی. شرکت صاف سودا داروهای به نمود کپسول را پیشنهاد میکند که برای برآوردن ریش، زیاد کردن موی سر، برای فربه یا خراب شدن یا برای نیست کردن کرم به شما کمک میرساند. اگر شما بیماری پوست بدن دارید یا درد معده به ضرورتی پس از داروی بیتسا، پروتئین و گینرهای صاف سودا استفاده برید. دستافت در مدت 3 ساعت به همه شهرهای فدراسیون روسیه و دیگر دولت‌ها باشد از 3 تا 5 روز. رقم‌ها در روی اکران. از نام کانال تاجیکان گروپ مراجعه نمایید، حتما تخفیف به دست میارید. السلام علیکم هواداران عزیز، تماشاگران همیشگی شبکه اجتماعی یوتیوب مخصوصا کانال تاجیکان گروپ. چون همیشگی ما البته برنامه‌های جالب رو کوشش میکنیم برای شما تهیه بکنیم و اولین برنامه هست که من به حیث راوی این برنامه رو پیش میبرم و برنامه ما نام داره چهره آشنا. فکر میکنم که البته شما این برنامه رو تماشا کردید میدونید و مهمان امروزه برنامه ما واقعا یک سرانده که یک بار در مدت کوتاه موفق شد و توانست که در یک مدت کوتاه میلیون ها نفر رو به خود مخلص کند و میلیون ها نفر البته به او توجه دارند. سلام علیکم اپای گلدانه علیارزاده. و علیکم سلام، بسیار خوشحال هستم که در این برنامه ما را قدر کردید. سلامت باشید بهترین و فکر میکنم که البته با شما ما یک صحبت جالب و شوق‌آور داریم. برنامه ما از آزاد است، از چند شرط‌های عبارت است. یکی جواب سوال، دیگر نام دارد شکر و زنجبیل، سومین ناوشنیک و چهارم بخش ما این سوال‌های منطقی است و فکر می‌کنم که البته جالب است. اینک می‌گذاریم با شرط اولی برنامه جواب سوال. شما مدت هستید؟ برای شما البته ما 10 سوالی واقعا هم دشوار هم سوال‌هایی که پاسخ دادن نشد برای شما کمتر دشوارتر باشد پیشنهاد میکنیم و باور دارم که البته شما با تماشاگران جواب‌های درست رو میگردونید. راضی هستید شما؟ اینک تماشاگران عزیز دوستان ما میگذاریم با بخش نخستین برنامه جواب سوال. خب آماده هستید؟ ما که یکم گوشم نکردم سلام باشید. خب میخواهید بدنتون رو خلقوبی یعنی تطیروف کنید اگر هر رسمی چی؟ نه من برای چی؟ تطیروف کردن گناه هست. بله. سوال دیگر، پدر و مادرتون درباره شما چی رو نمیدونند؟ پدر و مادر ما درباره همه چی رو میدونن. من یکم کاری گپی پنهانی ندارم. اول پدر و مادرم قطعی مصلحت میکنم بعد کار به انجام میرسم. بی پدر و مادر شما اون کار نمیکنید. البته حالا با برنامه ما اومده البته از اون پرسان شده شما. بله. سلامت باشید. سوال دیگه، چیزی از همه مهم در مناسبت چی است؟ از همه مهم در مناسبت در صحبت کردن با یکدیگر. مثلا صحبت ما و شما در مناسبت ما و شما چیزی از همه مهم چی بوده میتواند؟ از همه مهم حرمت احترام. یعنی بندشه شما حرمت احترام. حرمت احترام. بله. سوال دیگر، مرد چگونه خصلت داشته باشد که به شما معقول است؟ مرد خودش حرمت کنه واسه برای ما. یعنی خودش حرمت کنه؟ خودش حرمت کنه ما را حرمت نکنه میشه. یعنی همین است بندشه شما. سوال دیگر برای شما پیشنهاد میشود پای گلدانه توجه میکنیم. برای تهدید یگان خطر آماده هستید یا نه؟ مثلا یگان نفر یا که شاید یگان چیز به شما حمله میکند یا که یگان نفر شما را تهدید میکند، برای همین حالت رو شما تیار هستید یا نه؟ من بسیار تهدیدها بسیار زیاد شده است، بسیار زیاد شده است. همه یارو با خداوند سپردم. آخرین تهدیدی که به شما کردن کدوم تهدید؟ 2 روز پیش بود. از طرف کی؟ از طرف وزنش مخفی. نه از طرف کی چی گفتن؟ یک نفر زنگ زد که خیلی کاوالیری مرا گرفتی. انا خیالی به من ترا چیکار میکنم، کامنتارهای ترا جزیر میکنم، در پیش مردم سریت را خم میکنم، من تر تهدید کردم. شما چی یگان جواب ندادید؟
گفتم چیکار میکنی؟ بگو. گفتم من تهدیدها چی هستم؟ تنقید میوه کمونی تنقیدها، تهدیدها، کامنتاری ها قطعا زنده هستم. گفتم بعد در خداوند سپاریدم. سلامت باشید. جوابی واقعا هم خوب، جوابی دندانشکن به نفرانی که واقعا هم تهدید کردن میخواهند. سوال دیگر با گلدانه توجه میکنیم به سوال. اگر شما روزه به مرد تبدیل یابید چیکار میکنید؟ به مرد؟ بله. مرد یا که مرگ؟ مرد. خودم حیران مول نمیدم. یعنی یکم عملی هست که اونو باید مردم انجام میدهن، انجام اجرا نمیکنن. شما اگر به مرد تبدیل یابید همون کار را انجام میدهید. هست نمیبینم؟ من علاقه مردک هستم، فقط کارهای مردی نمیکنم، مردکی میکنم. من زنک نیستم، نزدیک زن میگیرم. سلام باشه. خب اول در چتون ما رو خبر کنید شما. سوال دیگه. در زندگیتون یگان چی رو تغییر دادن میخواهید؟ اگر هم چی رو؟ بسیار چیزا رو تغییر. چی رو مثلا چی رو؟ زن باز مرد داد ولی زنک هستم میگم تغییر دادن میتونم. تو بخاطر منم مردک گرفتم با میگم که ولی زنک هستم تغییر دادن میتونم. بسیار چه کاری داشته باشم، همه چی داشته باشم، با نیازمندان کمک کنم. خیلی همه خیلی باشه ان شاء الله ای دست اومدگی کردستم. اون چیزی که اومده است از اون کار است. بهترین. سوال دیگر. برای چی بسیار زنهایی که سرانده میشوند زود از شوهرشون جدا میشوند؟ نه ایتاری نیست. ای شوهر جدا میشن بس سراینده میشن به فکر من. خیلی شوهردار شوهرش میمونه که سراینده میشه با شوهر جدا میشه. خیلی بیا سوال دیگر میکنیم. برای چی مثلا وقتی که از شوهرشون جدا میشن سراینده میشن؟ سبب چی است؟ برای چی مثلا وقتی شوهر دوران از سراینده نمیشن یا که از شوهرشون جدا میشن سراینده میشن یا که مثلا پیش از شوهر کردنشون سراینده نمیشن؟ تاجیکای ما خیلی است که در چی اومدگی نیست، در یگان جا اومدگی نیست که پیش از شوهر کنن دختری خونه باید سراینده شوهر خیلی نیست. شوهر میکنن جدا میشن خیلی آدمیزاد غم جدایی نصیب تقدیر با سرایندگی رو میارن. بهترین. سوال دیگه. یک سرزنشی که دو این وقتی با آینه نگاه میکنید اون رو به خودتون میگوید چی است؟ که مثلا با آینه نگاه میکنید خودتون یکون جنگ میکنید یا که یکون سرزنش میکنید که من باید همین کارا نمیکردم. یعنی دو این وقتی که با آینه نگاه میکنید همین یک گپ دویم به خودتون میگید. کدوم گپ؟ من فقط دویم با آینه نگاه میکنم میگم که چی با همه بخت دارم من ندارم. بله. یعنی همین سخن دویم به خودتون میگید شما؟ فقط میگم که چی با اوزما گپ زدن در غاوسای باید خواندن در بوریکای با مرا بسیار هم خیلی میگم که چی با اوزما گپ زدن در تبوشه باید میخوانم با نام خدا اوزم بهت فلسفه داره نیزه داره بعد کامنتر دمی نیزه ایچی تاری اوزای با همی باید میگه من همی بسیار زیق میشم. بله. خب اکنون تماشاگران خودشون باها دادن فکر میکنم. سوالی آخرین برای شما در صفحه ژولا سوالی آخرین یعنی 10 سوال به شما پیش میاد. چه سوالی آخرین؟ شما بار آخر از چی شرم داشتید؟ یعنی آخرین بار تو اندازه شرم داشتید که دیگر نمیدونم کدوم حالت بود اون حالت؟ من شکرانه خدا حالی یگان کارای بیشرمی هم نکردم که شرم داشته باشم. من چه خیلی هستم چه خیلی انسان هستم خیلی رفتار میکنم من شرم نکردم. خیلی انسان ها شرم دارن. ما صحنه میبرویم تا 2-3 مینوت شرم میکنیم. آدم ایمان داشته باشه همه وقت شرم میکنه. خیلی که من شرم کنم که کارای بیشرمی کرده باشم شرم کرده باشم ایزو بکشم خیلی شرم نه. این شرم همه وقت در بدن ما هسته. پیش از صحنه برآمدن 2-3 مینوت من شرم میکنم. سلام باشید. ادامه دارد برنامه ما و مهمون ما هستن گلدانه علیارزاده. شما رو خوش آمدید میگیم و تماشاگران عزیز اگر میشن که ما یک صحبت اوضاع داریم و چی بینه که میبینید گلدانه همین خیلی خوشسار هستن که در روی زمین ما نشستیم برای شما برنامه کرده استادیم و فکر میکنم که البته شما دیده استادین این چیزا و میگذاریم با صفحه دیگر شکر و زنجبیل. انا می بخش ما شکر و زنجبیل بخش نو است و من یگان مرتبه شما در یگان جا ندیدید
ва медонед чӣ гуна аст шакар ва занҷабил? мо ба шумо 5 калимаи дарозтаринро пешниҳод мекунем. Калимаҳо бо забони русӣ ҳастанд. шумо омона бояд такрор бикунед. Яъне як калима иборат аз 25 ҳарф. Мо албатта ба шумо медиҳем ки шумо худатон хонед. Агар натавонед гуфта ё ин ки мехонед. Хуб? Калимаи аввал хуб диққат бидиҳед, ба такрор бикунед. Калимаи якум. Достопримечательност. Достопримечательност. Як бори дига. Достопримечательност. Достопримечательност. Мам якам гусоз буд. Калимаи дигар. Превисокомногорассмотрительствующий. Во, иқа бисёрае. Англия, Таҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Дубай, Европа, чиқа гуфтам? Ин як калима аст бо забони русӣ ва калимаҳои дарозтарини забони русӣ ҳастанд. Як бори дигар. Превисокомногорассмотрительствующий. Вой, бисёр бадан. Кане аз руя мехонед шумо? Аз руя мехонед сеюм калима. Ман хондан медонам чӣ мегӯяд. Хуб, калимаи дигарро пешниҳод мекунем. Ёдрас мешавем тамошобинони азиз. Як бахш дорем шакар ва занҷабил ҳамин аст. ва ҳам гуфтанаш душвор аст ва ҳам механдед. Аз ин сабаб мо ном кардем шакар ва занҷабил. Калимаи дигар майлаш. Часнапре. Худам кам. Часнапре. Як дақиқа. Частнопредпринимательский. Частнопредпринимательский. мешавам қабул. Як бор хуб аст. Қариб ки нимаша гуфтем шумо. Частнопредпринимательский. Частнопредпринимательский. Самом бошед. И калимаи дигар 5 калима аст. Дурас мешавем 5 калима аст ва мо баъд аз ин калимаҳо сеташа гузашт. Сета шуд. Мо ба гулдона медиҳем ва худашон кадом калимаеро ки интихоб кунанд шояд гуфта тавонанд. Калимаи дигар. Интернационализо камтар душвор аст. Аз нав калима душвортар аст тамошобинони азиз. Интернационализировация. 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 Калимаи охирин. Дурас мешавем ки ҳоло гулдона ягон калимаро пурра нагуфтан. Калимаи охирин. Ман хеле тоҷики 1 миллион қарз дорам. Бо чиро овардаи пешма монда. Калимаи охирин. Високопревосходительство. Чӣ? Високомедия. Намеша. Високомедия. Намеша. Хоб. Барномада ма високомедия шудам. Намеша. Алака тамошобинони азиз, мо калимаҳоро ба гулдона пешниҳод кардем. Бидам ин калимаҳоро мо як бора ми сценариро ба гулдона медиҳем. дӯстои азиз, як чизоро нависта ки худшон намедонанд чӣ гуфта. Сабаби ман хеле ман тоҷики 1 миллион қарз дорам. Бо гирифтаи мара високомедия кадаи баробарда. Самам бошед. Ташаккур барои шумо. Хуб, ба ҳар ҳол намехонед. Не, чӣ охи? Ин калимаҳо аст, як ягон таша хондан метавонед. Як бор бубинед. ҳамаша хонда метавонам. Охи боз чӣ бихонам дар инҷа? Не, масалан нами високопревосходительство. О, бача. Не, ин барнома наст. Саломат бошед. Ташаккур. хуб, дар бахши мо иштирок кардан ва то андозае албатта ин калимаҳое ҳастанд ки ҳатто рӯззабонҳо худашон ба забон ҳангоми талаффуз кардан душворӣ мекашанд ва мо ҳам албатта мо ки тоҷикзабон ҳастем мо хоҳед душворӣ мекашем. Хай тар боша. Папито, мияма,
Papito, papito, dame tu alma. Choco, chocolate. Chocolate, mami. Ay, mami. Sağ olun. Ana, دوستان عزیز ما به بخش نوشتنگ رسیدیم. بخش نوشتنگ که بسیار جالب است شما میدونید و ما 10 سوال آماده کردیم در این بخش هم اپای گلدانه و سوال‌های بیشتر سوال‌ها حیاتی هستند و بیشتر این سوال‌ها را من از کامنتاری‌ها گرفتم که وابسته به خود شما است. یعنی سوال اصلا من همین پیشنهاد میکنم اما به دیگر طرز پیشنهاد میکنم. من موسیقی برای شما پیشنهاد میکنم، موسیقی میمونم در گوش شما نوشتنگ است. سوال میدهم شما شنیدید نشنیدید تنها با ها یا نه جواب میدهید. ها یا نه تمام، دیگر شرح نمیدید سوالا. ها یا نه. فهمو؟ آماده هستید؟ رفتیم. راست است که شما 2 شوهر کردید. Fans are drumming, Gavin's coming. We're waiting, celebrating, understanding. چی؟ ها یا نه؟ کم می نوشید. پس گفته ایسته آقای ها یا نه؟ کم تر پس بفهم. ها یا نه؟ نه. سوال دیگر. نسبت دختران سیگارکش احترام داره؟ با خدا نمیفهم چی گفته. ها. سوال دیگر. کدام وقت مادرتان رو یک شپوتی زده درست است؟ من بنام خدا یگم چرا کدام وقت مادرتان رو یک شپوتی زده درست است؟ دخترم. ها یا نه؟ ها. نه. جیبان. بیر. سوال دیگر. افای گلدانه سوال دیگر. با یلدوز عثمانووا بخیلی داره؟ با یلدوز عثمانووا چیکار کردم؟ بخیلی داره یا نه؟ یلدوز عثمانووا را دوست می‌دارم، سرداشم میخوانم. ها یا نه؟ ها. سوال دیگر. چیکار کردن؟ سوال دیگر. میگیرم. سوال دیگر. یلدوز عثمانووا گفتی چی گفتی؟ مرگ خود رو منتظر هستید یا نه؟ نه. سوال دیگر. سوال نوبتی. شما میخواهید که در فیلم ها اشتراک کنید اما شما رو قبول نمیکنند. نه نمیدونم چی گفته ایسته. ای ترس همارا نمیگم. نه بعضی شما کنید. سوال دیگر. میگویند سرودهایی که سرای دهید خودتان گوش نمیکنید درست است؟ ها یا نه؟ ها بگم. یکی نه بگم. هم قبلا مونده گوش کنم نمیفهمم. سوال دیگر. اولی قدم ها توته. گوش کنید. با زنها مرد معقول است که برای جای نرفتنشون برای جای رفتنشون گپ نزنند درست است؟ ها یا نه؟ نمیدونم چی گفته ایسته. با زنها مرد معقول است که نگیرید. با زنها مرد معقول است که با زنها برای جای رفتنشون مرد معقول است که جنگ نکنه درست است یا نه؟ نمیدونم خیلی ها. ها. سوال دیگر. با من حالا $100 میدهی درست است یا نه؟ ها یا نه؟ نه. سلام باشین. تشکر. وای چی گفتم؟ اکنون من سوال رو میخونم و جوابش هم میگیم که گلدانه چی پاسخ دادن. خب ما گفتیم که راست است که شما 2 شوهر کردید، شما ها گفتید. آخه درست است؟ سوال دیگر بود کم می نوشید، شما ها گفتید. نه. سوال دیگر پیش شد نسبت دختران سیگارکش احترام دارید، شما ها گفتید. خاکو سیگار میکشن گورشون عملشون دیگه ما ها حرمتشون میکنه. چی حرمت؟ از 95% دخترها سیگار میکشن بعد احترام نکنم من دیگه کی گوش میگیره. ما گفتیم که
کدام وقت مادرتون رو یک شپاتی زدی درست است یعنی شما گفتید بله نه مادر ما حیاتم نزدم میلی خب نمیدونم گفتیم با یلدوز عثمان و بخیلی دارید گفتید ها نه گفتم که یلدوز خب گفتم یلدوز عثمان رو دوست می‌دارم سرداشم میخوانم لیکن بخیلی میکنم بخیلی نمیکنی بخیلی گفتید من سوال نه سوال دیگه نه گون زد بخیلی نمیکنی گفتیم که مرگ خود رو منتظرید نگفتید درست است مرگ مرگ یک مرد مرگ مرگ همه وقت بانه میخواد هر روز من بم برم چی با هر روز آینه در نگاه میگه خدا جون بم برم من چی برای چی برای چی یه خیلی سرم بیرون میشه برای چی من میدونم خب ولی کامنتر ادامه نیزنه شو ندارم گفته سرد بیرون میشه میگه سوال دیگر پیشنهاد کردیم برای شما میخواهید که در فیلم ها اشتراک کنید اما شما رو قبول نمیکنن شما گفتید که بله یعنی شما رو قبول نمیکنن یعنی که اکنون چگونه است دعوت میکنن نمیکنن این همی حوزی فیلم رفتیستم فیلم مرا هر روز فیروز میکنم و خودم کار میکنم خیلی بفرستم همه را رد میکنم سوال دیگر چنین بود که میگویند سرودهایی که خودتون میسروید خودتون گوش نمیکنید راست میگم خودم میخوام برای چی گوش نمیکنید فکر نمیدونم همین دیلم میزنه چون نمیفورم یکون سرودو کی را گوش میکنید سرودای کی را شبنمه یلدوزم سیوینچه سوال دیگر چنین بود که با زنها مرد معقول است که برای جوی رفتنشون گپ نزنند ما گفتیم درست است و گفتید درست است درست است خاله مثلا با زنها یک مرد لازم است که وقتی که زنها بگن که ما جوی میرویم فلان جو میرویم بیسمدون جو میرویم مردک نه نگوید اجازه دهد نه مردک اجازه نتیه نه برعکس برعکس اجازه نتیه اجازه نتیه تماشا شما با این سوال خطا جواب دادید نشنیدید من خطا بسیار سوال ما خطا جواب دادم ناوشنیک موندین دیگه نفهمیدم سوالی دیگر با شما چنین بود با من حالا $100 میدهید شما گفتید میلش ها گفتید نگفتم گو انا میگم کم تا ناوشنیک طریقه فهمیدم سلام باشه تشکر بهترین بود و تماشاگران عزیز اینک ما با بخش دیگر میگذاریم و این بخش نام دارد منطق البته بعد از چند لحظه با ما باشید و دوستان عزیز با کانال تاجیکان گروپ مرامت لایک بذارین پادپیسیا کنین و برنامه‌های جالب رو تماشا کنین و باور داریم که البته از این برنامه‌ها شوق‌آور رو باز شما در روزهای بعدی میتونید تماشا کنید حالا مهمون ما گلدانا علیارزاده من شما رو بار دیگر خوش آمدید میگم سلامت باشید و بخش دیگری ما نام دارد منطق ما چند سوال‌های منطقی رو برای شما پیشنهاد میکنیم و شما باید با سوال‌های منطقی جواب گردونید فکر بکنین جواب‌های درست برای ما بگین خب آماده هستین سوال اول کدام کلمه دائما نادرست نوشته می شود کدام کلمه دائما نادرست نوشته می شود یه قطعی یه من بسیارم خطا می نویسم نیم کلمه را نه مثلا این کلمه هست که غیر از شما دیگران نیز نادرست نوشته میکنن غیر از شما من اوشا نمیدونم من فقط خطاگی خدمت میدونم تمام میدونید کدام کلمه است خودی کلمه نادرست یعنی کلمه نادرست همه وقت نادرست نوشته میشه در یک سال شماره چند ماه 28 روز دارد 12 ماه 28 29 دارد یعنی همه ماه 28 دارد همه ماه دارد سوال دیگر یعنی سوال منطقی دیگر پیشنهاد میشه توجه بکنید در گردن گاو بندی 10 متره بسته شده بود ولی وای 100 متر رفته توانست در گردن گاو بندی 10 متره بود اما گاو 100 متر رفته توانست خب بگویید که باید چخیل این کار رو توانست که انجام بدهد همون 10 متره بستگی بوده و در گلمیخ گره کدگی نبوده من هم رفته 100 متر قریب که شما نزدیک شده یعنی چخیل مقصد 10 متره بستگی بوده و در دستی صاحبش بوده دست صاحبش بوده بند دست صاحبش بوده گفت چند قیتونسته رفته شما قریب جوابی درست پیدا کرده لیکن جوابی درست میدونید چی است در گردن گاو 10 متر بند
баста шудааст, аммо банд ба ягон ҷо баста нашудааст. Яъне банд шудааст. гулмех баста нашудааст гуфтам. бале, дигар бо чашмони пӯшида чиро дидан мумкин аст? با چشمان پوشیده همه چی رو آدمیزاد حس میکنه. نه دیدن ممکن است. با چشمان پوشیده دیدن. با چشمان پوشیده همه چیز رو حس میکنه دیدن میتونی. دیدن نمیتونه. نه. دیدن میتونه. دل. نه چه دل رو میبینی شما؟ با چشمان پوشیده دیدن میتونه اما دل نیست. البته احساس در وقتی مثلا بینیشم در وقتی که نبینیم هم که چشمایمون پوشیده باشد احساس میکنیم همون وقت. لیکن هنگامی که چشمم میپوشیم ما یک چیز دیده میتوانیم. چی رو دیده میتونه؟ چی رو؟ نمیدونم. خواب رو دیده میتوانیم. سلام باشید. سوال دیگر یعنی سوال منطقی دیگر برای شما پیشنهاد میشود. اون چیزی که در آب غرق نمیشود و هم نمیسوزد. سویا؟ ندرست است. چخیل؟ سویا در آب غرق نمیشه. چی نمیشه؟ نه غرق میشود و نه میسوزد در آتش. سویا؟ نه ندرست است. در داخل آب سویا نیست. سویا بودن نمیتواند در داخل آب. در علاوه هم نمیسوزه. نه. شمال. جواب درست این یخ است. یخ است. جواب درست یخ است. سوالی دیگر برای شما پیشنهاد کنیم. اگر ما آدم سبز رو ببینیم باید چیکار کنیم؟ آدم سبز رو؟ بله. میبینیم آدم سبز است. باید ما چیکار کنیم؟ ارچه آدم بوده نمیتونه. آدم سبز شما میگی؟ نه. رنگش سبز است. وقتی که ما اون رنگ میبینیم حتما باید یک کار بکنیم. چیکار است اون؟ نمیدونیم. چه؟ رنگی سبز آدمی سبز همون چراغک است. سویتافور و وقتی که ما آدمی سبز رو میبینیم باید از راه گذریم. سلامت باشید. تشکر برای شما و این بود بخش سوال‌های منطقی و فکر میکنم که البته 4 بخشی که ما مدا کردیم با گلدونا علی‌آزاده پیشنهاد کردیم واقعا هم جالب بود. جالب بود. من بسیار خرسند شدم که خیلی نمیفهمیدگی من شما آموختم. این قشیز من آموختم خرسندم. سلامت باشید. اکنون ما یک قاعده داریم در برنامه. در آخر برنامه چه چیز شما میخواهید بگویید یعنی میخواستید اما ما نپرسیدیم چی هست؟ من همه برنامه دا گفتم چیز خواستگی من نخواستگی من همه گفتم دیگه اگه چی نمونده با فکر من اگه چی نمونده ایم دخترکو ای خانما خواهش میکنیم که همین باور نکنن هر یک گپ ده مرا عصبی که زنگ نزنن که تلفنی تو در تلفن شوی من ثبت است نمره تو در کاولری تلفنی من ثبت است همینطوری نباشه بعد همینطوری گپ میزنن بعد آدم تنقید میکنم پس میزنم. شما اهمیت میدهید به همه همین؟ نه اهمیت نمیدیم. من فخر میکنم او آدمی که مرا تنقید میکنه تو کلان سالی تو نمیچی میگه من برای کلان سالی خودم یک چیزه هر ماه میسنجم. چی رو میسنجید؟ در شهر من ماشین قط بیسو میگردم یکون و خسته شدم تاکسی قط میگردم خود من برای سنجیدن آیا من چهرم نورانی است یا که چهره من سال خورده شده است یا که چهره من یوش است من خود من یک ماه یک بار میسنجم نه جواب پلاستیک همین شما چی میسنجیدن؟ سنجیدن من همین است که در شهر من 64 سر کده تو بدن اساسا میرم پیاده نمیرم ماشین قطعی اتوبوس سوار میشم گازل سوار میشم هر آدمایی که میدروین
حس میکنم که همه آدم ایمده 10 سال میده 5 سال میده 8 او آدمایی که میدرن داخل اتوبوس یا که گازل میدرن آدما میخیزن جا میتین شما میدارید جا نمیدین من جا نمیتین من میگم که مرا چی به جا نمیداده باشن خیلی چند جدام خیلی میشوه بعد استودم وای کردم نه معلوم است شما فکر کردن که شما یوش میتونید چشم مردم در یوش میتو میگه که چیزی هست که برای همین وقت من فقط میسنجم آدمزاد کدامی که سنجیدن خواه رنگی من گازل سوار شوه اتوبوس سوار شوه 1 ماه یه بار 2 ماه یه بار پیر یا که سال خورده چیز چه در همجا میسنجه بهترین مرد میگم که از جان میتاد تیوش میگه چخ رفتن سلامت باشید تشکر برای شما تشکر برای که به برنامه ما اومدید با ما صحبت کردید با سوالهای خوب تماشابینان کمال تاجیکان گروپ پاسخ دادید سلامت باشین زنده باشین دوستان عزیز لایک فراموش نکنید کانال مدام کم چی میگن پادپیس کنید سلامت باشین تشکر برای شما سلامت باشین و بینندگان عزیز در اینجا برنامه چهره آشنا با چهره شناخته گلدانه علیارزاده به انجام میرسد و فکر میکنم که برنامه ما به شما پسند اومد البته و ما کوشش میکنیم که از اون بخش‌های جالب رو باز در برنامه‌های بعدی برای شما پیشنهاد کنیم شما فقط وارد شدن به کانال ما و تماشا و لایک و نوشته جاد یعنی کامنتاری را فراموش نکنید تا برنامه بعدی خدا نگهبانتون خیر